سلام بچه ها، یه تست دیگه از سال 94 بزنیم. تست شماره 2. درون ظرفی 400 گرم مخلوط آب و یخه و یه فلز 200 گرمی با دمای 105 داخلش میفته تا به تعادل 5 درجه برسه. ببینید دقیقا مثل مثالهای صفحه 100 کتاب دهم. خب جرم یخ و M میگیریم. جرم آب میشه 14 منهای M. LF که کیلوجوله. C فلز و C آب رو باید به کیلوجول تبدیل کنید. ضرب در 10⁻³ خب محاسباتش رو انجام میدید و یخ اول میشه آب 0، بعد میشه آب 5، آب مستقیم میشه آب 5 و فلز هم میشه فلز 5 درجه. 4 تا کیو جمع میکنید، محاسباتش رو انجام میدید. اون MLF که اون پشت افتاده. خب همینجور جلو میریم تا در انتها بعد از محاسبات و حساب کتابایی که داریم اون -100 مهمه. ببینید دلتا تتای فلز میشه -100 چون از 100 رسیده به 105 درجه، از 105 رسیده به 5 درجه. خب در آخر با ساده کردن ها ببینید اون جوابش هم منفی شد، -16. در آخر میرسیم به 25 گرم. بچه ها کنکور ساده است، مثل کتاب درسیه، فقط تسلط میخواد و کمکتون میکنم تا درصد بالای 80 بزنید.